1976 شرق آفریقا، تانزانیا، یه بعد از ظهری بوده. دو تا انسانشناس خسته شده بودن، می‌خواستن با هم شوخی بکنن. یکیشون یه سنگی رو برمی‌داره برای سر اون یکی پرت می‌کنه، اون یکی برای اینکه بهش نخوره میشینه زمین و بهش هم نمیخوره. دستش میره روی یک فرو رفتگی و کنجکاو میشه که این فرو رفتگی چیه. تمیزش میکنه. متوجه میشه که یک جای پای انسان ماننده. بقیه رو تمیز میکنن. متوجه میشن که یک بستره سنگیه که انگار سیمان شده و اشخاصی روی این راه رفتن. چندین نفر. نکته عجیب اینجا بود که این رد پاها مشخصاً مربوط به کسانی بودن که روی دو پاشون راه میرفتن و این توجه همه رو به خودش جلب کرد. با تکنیک‌های آزمایشگاهی خیلی پیچیده، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، تونستن اون بستره سنگ شده خاکستر آتشفشانی رو سنجی بکنن و قدمتی که براش در اومد 3,660,000 سال پیش بود. یعنی در 3,660,000 سال پیش موجوداتی مثل ما روی دو پاشون راه میرفتن. این موجودات کیا بودن؟ این موجودات امروز ما میدونیم اسمشون استرالوپیتکوس آفارنزیس بوده. موجوداتی بودن که حول و حوش 1 متر و 10 1 متر و 20 سانتی متر قدشون بوده. از نظر ریخت و قیافه به شدت شبیه میمون بودن، اما یک تفاوت خیلی مهم با میمون ها داشتن. عادتاً روی دو پاشون راه میرفتن و اینا اولین موجوداتی نبودن که روی دو پاشون راه میرفتن. الان ما میدونیم که از حول و حوش 6.5 میلیون سال پیش موجوداتی در شرق آفریقا زندگی میکردن که این توانایی رو داشتن که روی دو پاشون راه برن. اساساً آنچه که منجر به این جدایی بین اجداد ما و اجداد شامپانزه ها شد، توانایی راه رفتن روی دو پا بود. و دقت بکنید، تاکید میکنم، اجداد ما از اجداد شامپانزه ها. یک غلط مصطلح در خصوص اِوولوشن یا تکامل یا دگرگشت این هستش که عنوان میکنن، اینا دارن میگن ما تو اجدادمون شامپانزه داشتیم. شامپانزه هیچ وقت توی اجداد ما نبوده. آن خطی که به شامپانزه ختم شده و آن خطی که به ما ختم شده نزدیک 8 تا 9 میلیون سال از هم جدا بودن. در این خطی که به سمت ما آمده موجوداتی زندگی می‌کردند که همه در یک خصیصه مشترک بودن و اون توانایی راه رفتن روی دو پا بوده. این بازسازی اون بعد از ظهر که در 3,660,000 سال پیش در شرق آفریقا رخ داده بوده. چند بزرگسال و یک بچه داشتن حرکت می‌کردن. خاکستر آتشفشانی برخلاف مواد مذاب چیز داغی نیست و وقتی که با آب بارون ترکیب بشه مثل سیمان میشه. و ما رد پاهای اینا رو می‌بینیم. کسی که پشت سر حرکت می‌کرده آمدانه پاشو توی جای پای نفر جلویی می‌ذاشته و کنارشون یک بچه است که انگار میدویده، چون فاصله قدم‌هاش نسبت به فاصله قدم‌های اون والدینش متفاوته. اما اینها هیچ وقت آفریقا رو ترک نکردن. تقریباً 1,660,000 سال بعد از این اتفاق بوده که اولین نوع انسان آفریقا رو ترک میکنه. این نوع انسان اسمش انسان راستقامته و اتفاقاً اولین نوع انسان هم هستش که بقایاش و در واقع مواد فرهنگی منتسب بهش از ایران خودمونم به دست اومده. من اساساً میخوام در مورد کهن‌ترین شواهد حضور انسان در ایران صحبت بکنم و وقتی که میخوام در مورد کهن‌ترین شواهد صحبت بکنم، کهن‌ترین مدارکی که ما داریم مربوط میشه به این مهاجرت بزرگ که در حول و حوش 2 میلیون سال پیش رخ داده. و چرا فکر میکنیم که اینها توی ایران بودن؟ یه دلیل واضحش اینه که مدارک و شواهد باستانشناسیشو داریم. دلیل دوم، دور تا دور ایران سنگواره‌هاشون رو داریم. و دلیل سوم و خیلی مهمتر اینه که شما نمیتونید برید به سمت شرق و از ایران عبور نکنید. این داستان که ایران پل عبوره فقط مربوط به ادوار تاریخی نیست. از صدها هزار سال پیش هم همینطور بوده. و اون انسانی که برای اولین بار وارد ایران شده، این بازسازی چهرهشه به نام انسان راستقامت، بالا جمجمشه و پایین امضاشه. یک نوع خاص از دست افزار سنگی رو درست می‌کرده با یک تقارن عجیب و غریب که ما بهش میگیم تبردستی‌های آشولی. یکیشو من توی جیبم دارم و این همون تبردستی آشولیه. ماها بهش میگیم چاقو سوئیسی. همه کار باهاش میکرده. هم خیلی خوش دست بوده برای حمل و نقل، هم با پایینش میکوبیده، با نوکش سوراخ میکرده و با لبه‌هاش میبریده. هر زمانم احتیاج داشته که ابزار ظریف‌تری درست بکنه از روی این تراشه برداری میکرده. این برای بریدن چوب، استخوان، شکار کردن و هر وسیله دیگه‌ای که مورد نیازش بوده، این نهایت فناوری این انسان بوده. از 2 میلیون سال پیش ساخت اینو شروع میکنه و تا زمانی که این نوع انسان روی کره زمین زندگی کرده، یعنی حول و حوش آخرین بقایاشون حوالی 100,000 سال پیشه، به ساخت این ادامه میده. 1,900,000 سال پیشرفت نمیکنه.
این نهایت تکنولوژی بشر بوده. 1,900,000 سال. اگر میخواین مقایسش بکنید با 4-5 هزار سالی که تمدن ما هستش مقایسه بکنید، تمام شکوه تمدن ما 4-5 هزار سال بیشتر نیست و تمام اون مدرنیته‌ای که داریم میبینیم 400-500 سال بیشتر نیست. مقایسه بکنید با 1,900,000 سال اجداد ما از این استفاده کردن. و اینکه تو ایران ازش چی داریم؟ محوطه‌های زیادی هستش در شرق ایران، در شمال ایران، در شمال غرب ایران که ما این تیپ ابزارسنگی‌هایی که امضای انسان راست قامت هست رو ازشون به دست آوردیم. پس انسان راست قامت اولین انسانیه که وارد ایران میشه. فکر می‌کنیم هولوش 2 میلیون سال پیش. چه بر سرش میاد؟ به حیات خودش ادامه میده تا اینکه جای خودش رو به تدریج در حوالی 400,000 سال پیش به نوع دیگری از انسان میده که فکر می‌کنم اسمش رو همتون شنیدین. انسان ناندرتال. اسمش برگرفته از جایی هستش که کشف شده برای اولین بار. تال به آلمانی یعنی دره، نئاندر اسم دره‌ای بوده در نزدیکی دوسلدورف آلمان که در 1856 برای اولین بار بقایای اسکلتی یک نوع جدیدی از انسان کشف میشه. طبیعی هم بوده. واکنش مردم این بوده که این یه آدم مریض بوده، یه آدم زمخت بوده. خیلی عنوان میکنن که این مربوط بوده به قبایل ژرمانیکی که قبل از روم ها اینجا زندگی میکردن، به خاطر این قوس روی برجسته روی ابروانش، به خاطر حفره چشم های خیلی بزرگش. حلقه چشم‌هاشو با حلقه چشم‌های خودمون مقایسه کنید، تقریبا 2 برابر ماست. حفره بینیش تقریبا 2 برابر حفره بینی ما بوده. نشون میده که بویایی و بینایی بهتری از ما داشته. و جالبه که بدونید مواردی از انسان ناندرتال هستن که حجم مغزیشون از حجم مغزی ما هم بیشتر بوده. اوریج حجم مغزی ما انسان‌های هوشمند یه چیز هولوش 1400-1550 سانتی متر مکعبه. ناندرتال‌هایی داریم تا 1750 سانتی متر مکعب حجم مغزیشون بوده. اما به پیچیدگی ما نبودن. پس درسته که برای پیچیده شدن مغز بزرگ نیاز هست، ولی هر کسی که مغز بزرگ داره لزوما موجود پیچیده‌ای نیست. ناندرتال‌ها تو ایران زندگی کردن. در واقع جورایی میشه گفت ایران در میانه قلمرو ناندرتال‌ها بوده. قلمرو ناندرتال‌ها از غربی ترین نقاط در اروپا مثل پرتغال و اسپانیا گرفته تا آسیای مرکزی امتداد داشته و ایران ما دقیقاً در قلب این قلمرو قرار گرفته. جالبه که بدونین یکی از قدیمی ترین استقرارگاه‌های ناندرتال‌ها در دنیا هم مربوط میشه به ایران. این تصویری از غار قلعه کرد قزوین هست در آوج قزوین که من و یه تیم فرانسوی الان تقریباً 6 سال هست که اینجا داریم کاوش‌های باستانشناسی انجام میدیم. این غار قدیمی ترین منطقه باستانی ایرانه. یعنی تا این لحظه که من خدمت شما سن قطعی که برای لایه‌های مربوط به انسانش داریم به 450,000 سال رسیده و این سن بیشتر خواهد شد چون تقریباً 2-3 متر دیگه نهشته باستانی هست که ما باید کاوش بکنیم. قلعه کرد محل زیست ناندرتال‌ها بوده. از کجا میدونیم؟ هم ابزارسنگی‌هاشون رو فراوان پیدا کردیم در ابعاد هزاران هزار قطعه، هم بقایای جانورانی که شکار کردن که به ویژه اسب وحشی شکار می‌کردن، خیلی زیاد اسب وحشی که امروزه توی ایران منقرض شده. کرگدن پشمالویی که توی ایران منقرض شده. خرس غارنشینی که توی ایران منقرض شده. اینا همه تو سبد غذایی ناندرتال‌هایی بوده که در غار قلعه کرد زندگی می‌کردن. اما جالب‌ترین چیزی که از غار قلعه کرد داریم در کنار قدمت عجیب و غریبش این دندانه. دندان یک کودک 9 تا 11 ساله. این جزو معدود بقایای انسانی از این نوع انسان هستش که توی ایران کشف شده و در حال حاضر قدیمی ترین قطعه بدنی یک انسان هست که در تاریخ باستانشناسی ایران به دست اومده. قدمت این دندان 175,000 ساله. یه دندان شیری که میدونیم پوسیدگی هم به شدت داشته، آیا خودش افتاده یا چه اتفاقی براش افتاده دقیقاً نمیدونیم صاحبش پسر بوده یا دختر بوده. خود من دلم میخواد که یک دختر بچه بوده باشه، نمیدونم چرا، ولی این بازسازی تقریبا صورتش از روی مدل‌های انسان‌های ناندرتال که تا این لحظه داشتیم و آنچه که الان دارین می‌بینیم مورفولوژی خود دندونه. این دندون توی موزه قزوین به نمایش در اومده. اما ناندرتال‌ها هم تا بیشتر از 40,000 سال پیش دوام نیاوردن. یعنی از 400,000 سال تا 40,000 سال پیش توی قلمرو خودشون شکارچیان برتر بودن برای 360,000 سال. اما میرن رو به افول. حوالی 40,000 سال پیش آرام آرام جمعیت‌های ناندرتال مزمحل میشن. دلایل خیلی زیادی براش مطرح شده. از این قبیل که ممکنه بیماری‌های واگیردار گرفته باشن یا در رقابت با انسان‌های هوشمندی که به تازگی وارد این مناطق شدن قرار گرفته باشن، یا اینکه اصلا خودشون نرخ زاد و ولدشون کم شده بوده. من همیشه مثالی رو در مورد انقراض ناندرتال‌ها میزنم که یک مثال ایرانی هم هست. میگم همون اتفاقی که برای ساسانیان افتاد برای ناندرتال‌ها افتاد. از داخل مزمحل شده بودن و یک تلنگر نیاز داشتن که حمله اعراب بود. به نظر میاد ناندرتال‌ها هم جوامعشون از داخل مزمحل شده بوده و تلنگر آخر رو اجداد مستقیم ما یعنی انسان‌های هوشمند بهشون زدن. انسان‌های هوشمندی که همینطور که اشاره شد مجهز به انقلاب شناختی بودن. انقلاب شناختی چیه؟ یعنی من بتونم به این فکر بکنم من کیم، کجای دنیا وایسادم، از کجا اومدم،
قراره به کجا برم. هیچ حیوانی روی کره زمین به این نمیتونه فکر بکنه. ما از نظر عصب شناسی و مقایسه نواحی مغزی میدونیم هیچ انسانی روی کره زمین، ببخشید هیچ حیوانی روی کره زمین نمیتونه به این پرسش ها بپردازه. هیچ حیوانی روی کره زمین آگاهانه به مرگ خودش فکر نمیتونه بکنه. مرگ رو میفهمن، از مرگ فرار میکنن، ولی به مرگ آینده خودشون نمیاندیشند. ما زمانی که مراسم خاکسپاری میریم و برمیگردیم دگرگون شدیم، داریم به مرگ خودمون فکر میکنیم و بعد بلافاصله هورمون‌های مغزی ترشح میشن و ما اینو فراموش میکنیم و ما مطمئن میشیم که این کسای دیگن که میمیرن، من یه نفر نمیمیرم. انتخاب طبیعی خیلی زیرکه. با این هورمونا ما رو گول میزنه که ما برگردیم به زندگی، تولید مثل بکنیم و اصلا به مردن فکر نکنیم. این اندیشه‌ای که من یه روز میمیرم و این درد و این اضطراب که هممون داریم، همه انسان‌ها دارن و به خاطر فرار کردن ازش به همه چیز دست میزنن، از اینجا شروع میشه. از انقلاب شناختی که در نورون‌های مغزی اجداد ما رخ داده حوالی 40 تا 70 هزار سال پیش، سن دقیقش رو نمیدونیم، اما منجر به این شد که ما بتونیم به خیلی چیزهایی فکر بکنیم که هرگز ندیدیم. به جهان دیگری فکر بکنیم که هیچ کس نرفته و برای ما توصیفش بکنه. تمام نادیدنی ها رو برای همدیگه به تصویر میکشیم و بعد به تبع اون ارتباطات خیلی قوی تری با همدیگه پیدا کردیم. فکر انتزاعی، فکر نمادگرا این اجازه رو میداد که ارتباطات و شبکه‌های انسانی گسترده تری تشکیل بشه. و همینطور شما میتونید قدرت انتزاعتون تصویر بالا ببینید. مجسمه شیرمرد از محوطه اشتادل در آلمان. هیچ موجودی به این شکل وجود نداشته، هیچ شیری نبوده که راست را بره. و این تلفیق ذهنی رو این انسان انجام داده. در مقایسه با نندرتال ها ذهنشون به شدت انتزاعی تر بوده. پس میان آرام آرام قلمرو به نندرتال ها رو اشغال میکنن. اما نندرتال ها بدون گذاشتن یادگاری از ما خدافظی نمیکنن. همه ماهایی که اینجا نشستیم توی ژنمون بین 1 تا 4% ژن نندرتال داریم. برخی از ژناشون تو ما خیلی خوب کار نمیکنن، تبدیل میشه به آلرژی، تبدیل میشه به حساسیت بیشتر برای افسردگی، تبدیل میشه به اینی که شما وا بدید در برابر آلزایمر. آلزایمر ژنش در نندرتال داشته کار دیگری رو انجام میداده، وقتی به ما رسیده این ژن داره خراب کار میکنه. مثل کدهای یا خطهای برنامه‌هایی میمونه که توی پروگرام دیگه‌ای داره اینزرت میشه و به خوبی اوریجینال خودش رفتار نمیکنه. صفات خوبی هم به ما دادن، مثل ضخامت پوست دستمون. اجداد ما آفریقایی سیاه‌پوست بودن و پوستشون خیلی نازک بوده، عادت نداشتن با آب و هوای سرد مناطق شمالی که نندرتال ها این عادت رو داشتن. پس ما با هم تبادل ژن کردیم، ما باهاشون زاد و ولد کردیم، خیلی محدود و خیلی کم، و در نهایت نندرتال ها به تدریج از بین رفتن و ما شدیم تنها گونه‌ای که روی کره زمین وجود داره. قدیمی ترین شواهدی که از انسان هوشمند توی ایران داریم مربوط میشه به غاری به نام غار پبده در شمال استان خوزستان، شهرستان لالی، که اتفاقا من و یک تیمی مشترک از انستیتو مکس پلانک آلمان چند سال پیش اینجا کاوش کردیم. الان میدونیم این نوع انسان که ما هممون از نوادگانش هستیم در 42500 سال پیش توی ایران زندگی میکرده، بر اساس مستنداتی که از این غار به دست اومده. این انسان بزرگ میشه، دسته های پیچیده‌ای درست میکنه، شکارش رو سازمان یافته تر میکنه، ارتباطاتش رو قوی تر میکنه، لباس بهتری میپوشه، آتش بهتری درست میکنه، سرپناه بهتری برای خودش درست میکنه. اما یکی از شگرفترین ابداعاتی که این انسان انجام میده و اگر انجام نمیداد الان من و شما اینجا نشسته بودیم، برقراری ارتباط با یک حیوانی است به نام گرگ خاکستری پلیستئوسن و تبدیل شدن گرگ خاکستری پلیستئوسن به موجودی که امروز هممون میشناسیمش، سگ. اگر سگ کنار ما قرار نمی گرفت، چه بسا که کل مسیری که ما طی می‌کردیم جور دیگری رقم می‌خورد. یک رقیب غذایی قدرتمند، یعنی گله های گرگ که در به دست آوردن منابع غذایی همواره با اجداد ما رقابت می‌کرده، داره این رقابت رو میذاره کنار، دست به دست اجداد ما میده، براشون شکار میکنه، ازشون مراقبت میکنه و تمام حس‌های مغزی که در ما تحلیل رفته همه رو برامون جبران میکنه. ماها تقریبا چیزی به نام بینایی، بویایی، شنوایی نداریم و سگ به کمال همه رو داره. مراقبمونه، ازمون نگهداری میکنه و ممکن این سوال پیش میاد که کی رو انتخاب کرد. یه انگاره اینه که شکارچیان اولیه رفتن توله های گرگ رو آوردن و بعد بزرگ شدن. انگاره دیگه اینه که خود گرگ ها ما رو انتخاب کردن، در کنار کمپ های ما زندگی کردن، از بقایای غذاهای ما خوردن و بعد آرام آرام این همزیستی رخ داده. زمان این همزیستی طولانی ترین زمان همزیستی است که در روی کره زمین میتونیم مثال بزنیم. زمان همزیستی انسان با سگ برمیگرده به 34000 سال پیش.
اجداد ما از 34,000 سال پیش از همراهی سگ‌ها استفاده می‌کردن و جالبه که زمانی هم که کشاورز شدیم و یک جانشین شدیم باز همین سگ‌ها بودن که از مزارع ما مراقبت می‌کردن و حیوانات وحشی که وارد مزرعه ما می‌شدن و این غلات و دانه‌های ما رو از بین می‌بردن رو از بین می‌بردن. در بسیاری از مناطق نقش حمل و نقل بار رو برای ما ایفا کردن و هنوزم که هنوزه بهترین دوستان ما هستن. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید.